منو کشتین انقدر گفتیم پسر برو لباتو آنزیم بزن. کی همچین گوی خورده؟ کی به تو اصلا به خودش اجازه داده به تو بگه چه بگو چه نکن؟ گفتم پسر؟ ای که به شما حرفی بزنم خیلی گو خوردم ولی چرا گفتم پسر؟ چرا؟ What the fuck؟ بیب من جرئت نمیکردم تا امروز بالاخره اومدم. ای من اخرت خیلی خوش آمدی هر چی کس. قدم سر دیدگان ما نهادی بانو. زودتر می آمدی. خیلی خوش اومدی بانو. ای خدا ای خدا ای خدا کاش ما خفه بکنه فقط تو یه جام به جانات اضافه نمیشه به اینجا آنزیم بزنی؟ بیاد یعنی خواهی ما آنزیم. آنه. بیاد اینجا. آنه. میترسم واقعا میترسم. چرا چه میترسی مگه ما مردیم؟ نترسم یکه. چرا باید بترسی؟ نکو. من اینجا پچه کارم. اصلا اگه میخوایم ما بیایم آنزیم و بریم ما بزنن اثرش رو شما بمانه. آنزیم چیه؟ چه؟ آنزیم. یه چیزی مثل دکاپکازون. دیکاپریو؟ چرک خوش کنه. دیکاپتیارون. چرک خودی درست داره بزن. به من قول دادن دردش صفره ولی اگه درد داشته باشه چی؟ درد داشته باشه. هر او کلینیک است. خدا شاید خانگشانه با آتیش میکشانه. اوجو خراب یا کلینیک بکنه. مثلا درد بره تو بیاره؟ یعنی کسی میتونه بره تو درد بیاره؟ نه فونو رزمی هم کار نبر. کلینیک خود ماتش میزنم یک ذره بفهمم درد کسی به من بگه به تو وارد شده میدردانم درد بهش وارد میکنم. خدا این قبلش هم بزرگتر شده همینو میخواست. همینو میخواستین؟ سه همگز چه با خودش کرد؟ سیبیل ارشیا رو گذاشتن تو لب او. الان سیبیل نداره ولی لب داره. لب ارشیا رو گذاشتن تو سیبیل ارشیا رفته تو لب او. ارشیا رفته لب ارشیا او آمده ارشیا چه؟ لب اولش ببین لبش اندازه سیبیل تو رو خورده. نه اندازه سیبیل لب خورده. همه کس برو آنزیم. چرا کجا رفتی آنزیم زدی؟ این ریدن توش چه کردی؟